هیچی نداره پس اصلی. آه چه کار میکنی گلا؟ ها چه کار میکنی؟ این تسر از این مثل چیه رام ریت سیاهه چیلکا سیاهه پیر میکنه بذاب میکنه نیه بگوتم اما ما با فکر نمیکی ازیر بخوری نه یا از تو که به خاطر شکم خو از اینجا بعد رسکن اگه خدم قرآن یا خیرات باشه میری برارمه میلیلا خبر داری دیگه رمضان نه یکی به خوبی آرده بجنده چی آورده گلا؟ چیز یک دخترک زنکک ای بیارده از ایران بجنده بیارده اینجا رمضان؟ آه زن بچه خاله من رمضان همین رمضان بچه خاله تو؟ آه که 2 سال میشه به ایرانه لعنه من بند باشه همین 2 سال که به ایران نمیده دخترک بجنده گندیه از عمولا تو گنده تریه گندیه خوشنه اینیه خوش نکردم من قیافیه چوب گیلک بعده آره یعنی ایته این میگه چوب بعده یعنی گلک دختره رو بجنده از ایران از کجا از ایران گفتی؟ از ایران از ایران بجنده بیا آورده اینجا اور بیا آورده که به خود زن تیار کنه این میگه نزبات بنه همه قوما بیا من اشیاء به دیدنی و یک بار خاله دیگه بگو تایل دل بومری دختره ایشتی چیز گندی و خسته بیا آمده خوده بچه خوارمه با عمه میگفت مفت نگه میتونه حتی کوچو بیشیه میتونه نزی بیترتره نمیشه مقلوبی نمیشه مقلوبی نیه گندیه خیلی گنده اوخه کار نداره گلک جو تشکر باشه وای خیلی باش خدا حافظ همه مردم میگم من همه مردم میگم بجنده بیا آورده ایسا گفا پینوم نمیمونه گلا اوه نمیشه پنوم نمیشه میگم هر جا میگم آقا خوب هیچ دارم یاد دارم میگم شیطینی میکنم برین دلچینی رو شیطینی نمیره خود ما برین شیطینی خود ما باینه داری دلچینی بدید راری تو داری بده باید آه یار تو نومه چی دیگه وای 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 عجیب شرایطی امروز برار به پی براره بچه خاله به پاس سر بچه خاله بگه رمضان آنه خوب شد رمضان هم بیام ها رمضان جان سنی خیلیات خیلی چیگه پای جان تو جوره خبره شکر کجا میبری رمضان جان میرم همین تو صحرا سکنن سرزمین های بری بر لالا رمضان رسید تبریک باشه بچه خاله حالا من خبر شدم که با خودی خو زنی از ایران آوردی با خونی خو آوردی صاحب زن بچه مایی بشی الهی شکر خدایا شکر چی آوردن من خبر شدم گفتم رمضان از ایران خود خو دختره که برداشت آورده از ما اور بخیر عروسی کنه من خبر شدم گفتم الهی شکر گپ با تو کی گفته نیرولا رمضان این گپ پینم میمونه ازم قومی خود شما بدل شد به کوچه چهار انداخته که رمضان دختره که از ایران برداشته بیا آورد اینجا ما خودی عروسی کنه بابا ما به ایران درست ما دختره که بیا آوردم همال هم با خونه ما هم دگر خود دوست داشتیم از ایران بخست بیا ما خودم گم میرم به افغانستان خودی تو عروسی میکنم و اینجا زندگی میکنم این گپ کی بگفته به تو همین گپ بگو که کی بگفته رمضان 2 سال تو به ایرانی حالی دختره برداشتی بیا آوردی که به اینجا عروسی کنی یا با منجا عروسی کرده بودی حالی برداشتی بیا آوردی اینجا نه برار جو عروسی نکردم اینجا دختره ایرانیه ما اینجا ما پیش به خونه اینا کار میکردیم اینجا همین تا همدیگر خون ماستیم از اول خب بالاخره گفت اگه من میایم و افغانستان میرم و زندگی شما رو ببینم و بالاخره خودت تو عروسی میکنم و اینجا زندگی میکنم گفتم خوب گپ بینی بیا بریم همین گپ پر تو به من بگو که کی بگفته همین گپ پر به تو تو حال هیچ کس خبر نداره نه قومی ما کسی خبر داره نه هم از همین همسایه تو همین گپ پر به من بگو که به تو همین گپ کی گفته با تاکوچا میگی جار میزده برا را خور بگردم میگه دنبه که کخ زنه او وسط خود کخ میزنه بیگونه نمیایه به غیر از قومی خود شما دیگه کی خبر داره حتی از این جریان خبر شدیم که میگم دخترم گندیه به من نفر گفت که مادرتم گنده تریه
که همه مادر ممی تو گندی هم مادر مم گنده تاری. خب حال امی فسفس مفت کی بکرده به تو امیر به ما بگو. کی مای بغیر از بچه خاله تو گیلک بگه؟ او که خود تو خبر داری کار کو اختیار میکنه. دیشه گو به خونه مادر من خودی هم دگر گپ میزنم امروز بدر شده بود به ما بگو به 100 نفر دیگه بگو. گیلک به تا کوچه جا به تام بگفتم. گفت دختری بردش خودی خو از ایران بیاورده اینجا ما او رو عروسی کنه به خود زن تیار کنه دخترم گنده. ما کو دختر ندیدم بدیدم من همه مقبوله و اشتباه کرده غلط کرده کی گپ گفته گنده و مقبوله و به خود ممرد میشه. مهم گندگی و مقبولی نیه مهم ماستانه بفهمیدی. نورالله جویا خوش از تو دارم برارمه. همین گپ کمی تو بشنیدی شطور دیدی ندیدی. بهم هیچ جای گپ پلی چی نگی که من خفه چوپی آوردم این دختره. بفهمیدی به هیچ کس هیچ چی نگی خواهش میکنم از تو برار منی رفیق منی همسایه منی همین زبطو میگم همین گپ پر بگفتی دم دهن خورد چسب ببزم همین که پیش تو خطا خوردم رمضان انگار که من به خول اصلا همین گپ نشنیدم خیر بینی برو از خونه تو آباد به این من به تو مثلا نگپ چیزی به مردم نگم یا مردم از من اشنو به 100 نفر دیگه به در میشه من یک دفعه کار از او تیار میکنم بفهمیدی کار خدمت برام از اون مورولوگ نکردم هر چی مستی بگو خیر خداحافظ دل جمع باش تا های های دل جمع باش واقعی سوالات خوب کردیم. آره بچه خاله مدیم. دمدون. اشتری بچه خاله سلام علیکم. یا رفتی خیلیت خیلی سلامتی. نمی دیونه برات تو به کجایه؟ اشتری خیلیت باشه. خیلیت دیده بچه خاله یک کلمه گفتی آدم برای شما میگه خرابه که میره میگه بدم تلویزیونا و بدم گوشی ها هم اعلان میکنه. بچه خاله از چه کاره تیره؟ بچه خاله از این سراواده شما کی بمیگی لکی اون اول داشته گفته که رمضان دختره از ایران بجونده بیاد اینجا که ما عروسی کنه بود انا چری چی داره نرالله همسایه مامل بدیده مگه هم تبریک باشه باش دختره خود خو از ایران بردیشتی روگی آخی گفت ما گفتم به مادر خود 100 دفعه بگفتم که همی گفت پتا همی خونه بیرون نشه با مادر مطاقتی نه اونجا با خوار خود گفت خواره با من دخته گفت و دیگه دهان دیلگیونه این داخت آخی نمیشناسید مرار خود که تاک نورالله میگه با تاک جار میزده آخی بچه خاله ما دست شما چی رو ده سیاه چکار کنم چی خاک سیاه ما صرف کنم بچه خاله بکنی حالا کم بگه شب میشه بگیری حالا کم که دیله برار ممی که بیاقلی بکرده به تاک شاب بگفته نورالله نشکرده میگه پیران برا در روک سادی خود شما میفهمید با چیه که توی بشه رو ممگری بگی به رخ مکشی مثل که طاقتی میگه که گفتی بشنیده باشه همی گفت دارن گوشه و مدر میگه میگه به خونه اختلاط کرده میگه این لکم بشنیده میگه خوب بدر شده سو از زبون دوریجی خوب بگفته والا کم هست هم که لگ مدرن بچه کنید شما ببخید شما خود شما خبر دارید تعلیلت بران گیریه بازم رو میفهمونم دهن این رو پشپاچه میگیرم که دگه اگه این گفت دهنه بدن شدوی زنده سر نفس آخه بچه خاله تو همه زخود تو آدم اشیاری میفهمه که میگه دهن همی شهر بسته میشه دهن مردم نیست میگدشتیم می عروسی خور میکردم بابا هر کی میرفتیم حال به تا شهر جار میزده موقع آره کم بچه خاله فکر کنید خب اون دختره که شما نداره برسید خب هم شما واسه شما بود واسیم عدلی به نکار مثل بودی میستری میریم برای اخبار کنه که این گفت میگیه برادر خیلی شما برف گیلنگ نکنی برف مردم نکنی از آدم برف مردم بکنه بگردن اول گر خونه خوبه بوده به سر کن کنجیر جو تو گفت خوبی میگی برارم عزیزم جیگرم من به مادر خوب گفتم می گفت از این خونه بیرون نشه به دهن می همسایه نفته و دهن می قوم خیش نفته که بگذاریم می دختر من عروسی کنم بابا هر کی که میگفتیم بگیم حال نه عروسی کردن نه چی 4 روز نمیشه من بیام تمام می دیم همه چایفته که فلانی دختره بجونده بیاد از اینا 100 به یک گفت برار خود گیلک رفتم میفهمونم شما دلگم باشه پشت و پشت دگه این کلیمه دن گیلک بدن بچه خاله اگر دیواره به جامعه یک که به من گفت اگون نورالله را من بفهمونم گفت نورالله از جامعه دهن تو بیری نشه با او رفیق من تب رفاقت داره خود من میفهمه اگر به جامعه دگی من بشنیدم نورالله میگه برات کجی جار میزده گیلک جار میزده دیونه شدم من اگر به جامعه من شنیدم خب
باز یک دم خالم یک زمان نگه چره به چه ساعتی من بزید نابکار کردی از ما دیخ نشی همین قوم خیشتری ما و شما با هم خوره و چه خالق و گیله که این دفعه میتمیزنم که تا به یک هفته شما خونه قبول نکنم نه بچه خود دل جمع باشه خوش بکن که من برو من گیله کنم من چون چی نمیفهم خیشته قومی داره که همین یک کلمی گفت همین خونه اینا نمیمونه برادر همین مدر تو کنیم بچه گرمه شناسه وقتیش باشه عدنان شنا نبیده اول شنا نبیدن که دو کلمه اختلاف کردن گیله کنید همین تا بچه ساده دیونه برنده همه که میتا گفا میزنن تا طرف بسه کنن که مو هست یا نه ببخشید خوبه عدست دی برا ما با کجا بریم یعنی یک روز با بوده که دم بخوشی عدست تو برار بزنی آخر تو چار خوری همین چار خوری قولی که داری آخر تو خود ما برمیدی با بیلا باشه ما برو این ساده یک را بفهمونو من برادم یکی میامی برار من بفهمونه توبه خدا توبه چین 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 شده دلم به تو پیر شده دیر 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 شده دل برباد پیر شده اگه بدونی میمونم قدر تو را بدونم این دل خود شده تو صبح صدری پیر شده چین 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 شده دلم به پاد پیر شده اگه بدونی میمونم قدر تو را میدونم این دل خاطر خواد شده تو صبح صد بفونه جمع کن داره دستی خاطر خدا گردن کن کردی ببینی دیگاه خوندن میکنی تو خیلی از این کارا مفسیدی و شیطونی و علیزدی دقیقه کاری نداری چبر کردم من نه کمار بشنیدی برای من طور بمی فجوری ها طور بمی مفسیدی ها طور بمی علیزدی ها طور کی آورده خودی تو رو گفتنه بخیدی مفسیدی ها آده تو چی خرازه کرده من برای به خود خودم آورده تو چه کاره بکن تو سر بیادی تو تر بیادی تو چی کردی؟ و من دیشب اختلاف میکردم نتایج دکتره که از ایران مملکت ایران بوجنده بیاورده دیگه زنی شده نه تو به این کارا کیا آورده برانمه سر تو به کار خود تو که تو به کار رمزون چی کردی؟ در نکو بگرده تو نبیده از سفر روزگاه تو محمد میکنه همه رو تو بود اختیار خود داری تو چه داری به تحقیل چه آنجا زنی کنی؟ من به تحقیل چه به همسایا بودیم ایلا دیگه میتونم چری بگی کی به تو گفته بود؟ با اختلاف میکنم چی عقل کمال دارم نکو گیرلن نکو مار خودی میدون خونه بیار قرون بیادی بیشتر وقتی تحنه برا خرابه نکو اصلا رو خراب نکو خودی تو رو نمیفهم من دیگه نمیفهم بخی برو عجیره میتیر که خود تو بقدا که رمزون طور بگیره خودی تو نکنی به خدا قسم نیه تو رمزون به این نون پیاز یلا نمیده اگه اف پدان تو رمی تره نکد بعدی آنبور ما پدان ندارم هنی بعدی موتوی تو سوا بکن و ما چی باید مندازه من چی میفهمیدم عقل کمال دارم من هوشیاریم که برم نگم هوشیاری نیم من میرم از هوشیاری میگم مردم که بیاورده ایلا وقتی تو عقل تو نمیکشه هوشیاری نی تو رمی کارا بیاورده او بابا دختره رو گشت انمال که ایران بیاورده تو رمی کارا کی آورده او بی صدای آورده خبران من چه تویی که میکنی؟ بی صدا چرا میاد دختر مامومه دختر مردم ها حالی بیا رفته چون نمیگیده که اون بیاره یا نیوانه ها؟ گفتی دقیقه نه مرتکب دختر بیگونیه خود دختر بیگونی ها رو زنی میشنه یا زنی شده آره کن بیگونی ها رو خود تیر بوشی زنی ویده زنی نه بجان زنی نه ایلا و تو بگو با کار مردم مداخله نکو و من برم به خوب بجان زنیه و من زنی میشه
لا هو بيخيط بيجيك كشرية كبيرة جنوبية فما يقولوا بيجوا كوتو يعني تو بهر کار داری بهر کاری همه میتونم مدام فساد پیشگی کردی اما کاسه شکسته وقتا به تاثر ما خانواده مدام تو دسته بوله به عهدگی ما جواب داری بخی برو بخی برو خود خب هر حرفی میتونی بگو که رمضان دور بیر نکنه رمضان خودی تو گفت میده تو سرما بگو ولی خونتن نمیذاری که خودی که اگر میخوراست میگن دختر من میگن از این دیگه بیر فیشیده بجونده این دیگه بیا ولی که زن نمیشه این زن تونه دختر مردم ها زن تو بشه این دختر من دیگه بیاری حال مادر گریه کنه فرشونه کنه نفری سر سفره کنه خیلی نبینی بگه تو بیجین در دیگه مملکت کشور بیجین دیگه خود پیشن خواهیشی می دیگه بیش داره